رازهای تاریک مسیح دجال و چیزی که هنوز هم از دنیا پنهان شده است. متى يأذن الرب لي بالخروج من هذه الجزيرة؟ آیا مسیح دجال در همین چند سال آینده ظهور خواهد کرد؟ سلام، شمس‌الدین رسا هستم و در این برنامه پیرامون ظهور دجال صحبت میکنیم. پس ما را تا آخرین لحظات ویدیو همراه باشید. سأغوي العالم جميعا. سأحييه الآن. انهض. نعم يمكنني. نشكرك ونعبدك لقد والآن أنقذتنا من اشكروني الموت. واعبدوني واسجدوا لي. شكرا لك يا ربنا. ابني توفى البارحة. يمكنني إحياء ابنك ولكن بشرط أن تؤمني بأنا ربك. نعم سأؤمن بك. قم انهض إلى أمك. مسیح دجال کی است؟ دجال کسی است که حتی در اسلام چی که در مسیحیت و در یهودیت همچنان به عنوان یک فریب دهنده بزرگ شناخته میشه. آیا ظهور او نزدیک است؟ نشانه های او را چگونه تشخیص بدیم؟ در اسلام دجال به عنوان مرد معرفی شده که یک چشمش نابینا است و روی پیشانی او کلمه کافر نوشته شده است. گفته میشه او ادعای خدایی میکنه و مردم را با معجزات دروغین فریب میده. در مسیحیت نیز همچین چیزی وجود دارد. خب بر اساس احادیث پیامبر اسلام ما قبل از ظهور دجال چی نشانه هایی به وجود می آید که دجال بعداً ظهور میکنه؟ اول، دنیا پر از ظلم و فساد میشه. مردم ایمانشان از دست میده. جنگ های بزرگ و خونین رخ میده. فتنه ها و بلاهای طبیعی شدت میگیره. به نظر شما آیا این نشانه ها در دنیا امروز دیده میشه؟ یکی از بحث برانگیزترین موضوعات محل زندگی دجال پیش از ظهور او است. برخی از روایت اسلامی میگه که دجال در جزیره ناشناخته زندانی شده و توسط موجود به نام الجساسه محافظت میشه. برخی دیگر معتقدند که او در مثلث برمودا یا مناطق مخفی دیگر پنهان شده است. این نظریه ها چقدر واقعیت دارد؟ برخی میگه که دجال در بین خود ما است و تا به فعلا ظهور نکرده. بعضا میگه که او مثل یک انسان عادی است، مثل ما اوره، در حالی که برخی دیگه افراد میگه که دجال میتونه یک سیستم جهانی، تکنولوژی و حتی ایدئولوژی باشد که مردم را از حقیقت منحرف میکنه. آیا ممکن است دجال در قالب رسانه ها، سیاست یا حتی هوش مصنوعی ظهور کنه؟ خب در نهایت باید بگیم مهم نیست که دجال یک فرد است یا یک جریان فکری. چیزی که مهم است این است که با هوشیار باشه، گل فریب ها را نخوره و در مسیر حقیقت باقی بمانه. در روایت آمده که کسانی که ایمان قوی دارند از فتنه های دجال در امان خواهند ماند. شما چه فکر میکنید؟ آیا دجال در زمان ما ظهور خواهد کرد؟ عزیزان بیننده، شما هم نظریات سالمتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید. ویدیو ما را لایک بکنید.